من میدونم الان یه عده از خانوما نشستن میگن ای وای چرا اینقدر مسئولیت به گردن ما خوبه باشه، پس مردا چی میشن؟ مردا رو نازنینا، شما بزرگشون میکنی، شما بهشون بله میگین، شما بهشون نه میگین. این شما هستین که عهد شکن میشین، این شما هستین که به خودتون ارزش نمیذارین، این شما هستین که اونا هر کاری میکنن تحمل میکنین از ترس آبرو، از ترس اینکه ولتون کنن، از ترس اینکه سطح زندگیتون پایین بیاد، از ترس اینکه بچه‌هاتون ازتون بگیرن، از ترس اینکه از ترس هرچی. ما مسئولیم، موجود برتریم، موجود قدرتمندتریم، موجود تواناتریم، خلاقیم، زاینده ایم، پرورنده ایم، نگهدارنده ایم. همه نعمت‌های دنیا رو به ما دادن، حتی توانایی منطق و احساس رو در آن واحد به ما دادن، عشق رو به ما دادن، عشق بازی رو به ما دادن. همه این نعمت‌ها رو دادن به ما و مسئولیتش هم دادن به ما، برای اینکه با این همه قدرت مسئولیت میاد. ولی ما چه کار میکنیم؟ ما تمام این قدرت‌ها رو برمی‌داریم میدیم دست یک کس دیگه‌ای، تمام مسئولیت‌ها و همه اینا رو میدیم دست یکی، بعد خودمون مثل بدبخت بیچاره‌های عاجز میشینیم یه جایی، قربانی این میشیم که چرا یکی دیگه برامون تصمیم گرفته. هیچ کس برای شما تصمیم نگرفته. ما نه عاجزیم و نه بدبخت. اگرم که دادین یه همچین قدرت و مسئولیتی رو به کس دیگه‌ای، قبول بکنین که خودم کردم، خودم دادم، خودم اینو قبول کردم که دادم. اگر به یه کسی بهتون بدی کرده شما خوبی کردین، شما کردین، چون توانایی این که آدم بدی باشین درتون نیست. برای این موضوع مسئولیت قبول کنیم، بدبخت و بیچاره نشین بگیم وای من نمیدونم این هرچی به من بدی کرد من خوبی کردم، بعد بشینین گریه کنین. خودتون خواستین کردین، در شما نیست توانایی بد بودن. برای این موضوع مسئولیت قبول کنین و خودتون رو ببخشین و دوست داشته باشین که من این تیپی هم، من نمیتونم بدی کنم، ازم بر نمیاد، نمیتونم آدما رو ول کنم، نمیتونم طلاق بگیرم، نمیتونم بذارم برم، در من نیست، این توانایی رو ندارم. هر چقدرم که بهم بدی شده من توانایی این که بذارم برم و ندارم. وقتی تونستین این مسئولیت رو قبول بکنین دیگه قربانی نیستین، قدرتمند میشین، میگی خودم خواستم موندم، از عجز و بدبختی و ناتوانی و ضعیف بودن بیرون میاین. این خواسته منه برای همه خانم ها.